عبدالکریم خالقویچ سال 1999 محکم شدم. سال 2012 برآمدم. 13 سال به گناه، یگان گناه نبود که من وکنن به گناه مشتم. همین در اونجا شکنجه سخت هستن. در همون محبسخانه رضای سنت الله به گناه و همونجا غلطیدگی بود. بچه یاش بود، بزبالکی بود. یک تن رژیمنی رستمچه و فقط ازدواج میکرد. هر ماه میگفت که ما در پل میتیم و رضای خودش گردنگاه بزبالک بود. غم میداد، به هیچ محکمش میکرد. تا آتش یا هم فکرسی بدیم که تلفن ها گفته بودم مدام یاری تلفن های فسان آورده بود دادگی بودش غم میداد. خیلی در همونجا قانون نیست، یگان قانون خیلی نیست که مثال دیگه همین چیزهایی دیدم. مثال من هم قصر شدم، بسیار آدم در همونجا مردن. یگان کس زدی یا نگیرید زده کشتنشون، یگان کس ایروی اینا هم شکایت نکرد. مثال یک بچه دیگه بود، اوچه ژورنالیست که بوده خیلی میدونیم، نرکمان بود. گروهی زمان نچندی رازق میگفتن هوای میفروخت و یک دو نیدستت که کرد که خودش که نرکمان که بود کشید نیدستت که کرد و یا چیز اپراتیونیکو جماروف مختار یا کتی و یا زدن دستوش تنوش پری خون دستوش شکستن و اوچهش داشت ژورنالیست که پرواده. ما اوچهش کتی با تلفنم یاد دوگاه زده میگم ما را گفتن که نویست که دعوا ندارم با بچه تمیتیم گرفتیم دیدیم و همه اینجا شکستگی بود پری خون بود. داشت میدونم که بچه ما مختار جمال هوای زده کشته همیشه میدونم هیچی نه و یا هیچ چیز سری رو هیچ کارام نشید هیچ وای نکرد. خیلی با مراجعه داریم تا زیاده همونجا ستمجا رفته است که بیا که دیرکتری زواد میداره کسی که اسکاف شکست از نوع جناب اولی میگه جناب اولی گفته کسی که اسکاف شکست میروه مجبوری کار میکنه و کسلی هستی نیستی و در فرقش نیست. اگر داکیمنت پرکروس داشته باشی یا که چرنوبیل یا که افغانستان داکیمنت داشته باشی کار نمیره میگه ایخانت پل بیار، ایخانت باید پل بری بسپاری. این چیزا اکی نمیدونم حقی نوحقی که نخو که تا همینجا اکده باشن که محکمی با ایخانت پل بیار گفته مجبوری زورواری کنن یا که زورواری با کار بیارن. در اونجا کسلی و خون میپرده فرقش نیست. داکیمنت نداشته باشی ای بیرن حساب نمیخوره این چیزش. مثلا با ششم زونه رفتم، ششم زونه در یک کسلی با کار برآوردن اکی هوای هم در همونجا بود. برآوردن گفت که من کار نمیتونم کده سوسه من کار نمیتونم کسلم. همون کارگر زواد گرفت بسیاری بعد حقارتش کرد و اشکال سوسه با آهن سنش پرتاب یا آهن گرفت در پوچش زد. همون پوچش خونالوشی گرفتم با لیسه بودنش نچند اکسانچاس چند دوست که یا بیرون برن که این میمرن این خون زدش زید منه تا دلش میداره میمرن. نچند اکترما یا گفتم بگذار بمره بینن که کسی که کار نمیکنه و یا چیزه انیم خیلی بگذار میمرن تا ایزارتی رو شریف نچند اک اویدم وای کردن که همین آدم میمره بینه و هم بود بگذار میمرن پس همین هوای نکردن. بعد چند روز هوای آدم در همونجا مرد، اکش هم در همونجا بود، ای فرخور بودم. یه دروغ هم یه دختر سر کردن، دختر وای حق گفته بود و وای دروغ ای کور سر کردن که در سری ما هم ازا دیگه نگار همون هیچ کس دعوا نکردن دیگه.